به نام خدا. جلسه آنالیز بازی‌های فصل هفته گذشته دیگه برتر هفته 28 و بازی پلی آف برگشت داماش گیلان و نیمه‌زمینی هستیم. خدمت اساتید جناب آقای قیاسی تشریف دارن، استاد آقای عسکری و آقای رفعتی مسئول دپارتمان. بر اساس آنالیزی که کردیم در طبق با بازی مهم داماش گیلان که مسائلی پیش اومده بود خدمت شما عرض شود. بر اساس آنالیز اولا چیدمانی که ما کردیم، چیدمان با نظر جمع بوده. آقای سیدعید کاظمی داور بازی، داور الیت بین المللی که توی همین یک ماه و نیم 2 تا بازی خارجی مهم رو قضاوت کردن، ایشون داور خیلی خوبن و من خودم حضور داشتم در ورزشگاه. ضمن احترام به تماشاچی‌های بسیار بسیار خوب گیلانی که با این هم اهمیت در این بازی اومده بودن، خیلی ورزشگاه جوش خوب بود، خیلی جمعیت زیادی بودن. اما داور ما به جرئت میتونم بگم بر اساس آنالیز هیچ اشتباه تاثیرگذاری نداشت. تمام تصمیماتش درست بود، بر اساس قانون بود و همینطور کمک دوم و داور چهارم هیچ اشکالی نداشتن. و چیدمان آقای سلطانی که کمک داور اول بود، ایشون چند سالی که دارن در لیگ برتر ما قضاوت میکنه. همین امسال من گفتم آمار رو در آوردن، ایشون با یه میانگین خیلی بالا 10 قضاوت داشتن در لیگ برتر که طبیعی هست بر اساس آماری که داشتن. امسال فقط امسال در لیگ برتر 10 تا قضاوت داشتن، میانگین بالایی داشتن و طبیعی هست که ایشون برای بازی مهم انتخاب بشن، چون به هر حال ایشون از کسایی که خودشون حتی میتونن کاندید بین‌الملل میدونن، من نظر که آمارشون و نتایجشون هست. انتخاب خوب بوده، انتخاب مشکلی نداشته. خدمت شما عرض شود که اون یه موردی که تو آنالیز که فیلم گرفته شد و شما دارید دارن نشون میدید برای عزیزان علاقه‌مند، آقای عسکری توضیح دادن که در اون یک مورد آفساید دقیقه 25 کمک داور ما دچار خطای دید میشن به خاطر زاویه دید و اشتباه میکنن. اشتباهشون هم تاثیرگذار هست و ما همینجا از طرف کمیته داوران و فدراسیون فوتبال عذرخواهی می‌کنیم از مردم گیلان که به حال البته دقیقه 25 تا دقیقه 90 در فوتبال درست بازی 2-0 میشه، خیلی میشه بگی شرایط به نفع گیلانه، ولی معلوم نیست چه اتفاقاتی دیگری میافتد. اما موارد دیگه که گفته بودن هند بوده، وسط زمین بوده، داور نگرفته، اخراج نه، هیچ کدوم درست نیست. و اون صحنه آخری هم که گل زدن ولی هم داور کمک داور دو آفساید گرفتن، هم واضحه که هند بود و گل قبول نبود، اونم درست بود. و ما فقط صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. یه مورد هم هست که برای که خیال مردم رو راحت کنیم که ما خیلی هم علاقه‌مند تیم داماش با این همه تماشاچی خوب گیلان هستیم. خب الان داماش گیلان در فینال جام حذفی هست و ما اون بازی رو هم آنالیز کردیم. اینجا صحنه گلی که داور ما، حالا اونم اشتباه سهوی هست، باعث میشه که گلی که سایپا به درستی زده میشه مردود اعلام بکنه که ایشون محروم هم شدن تو چند بازی بعدش. اون گل درست بود و در واقع در اون بازی ممکن بود سایپا برنده بازی داماش گیلان باشه و الان داماش گیلان در فینال جام حذفی نباشه که حتی ببینید تاثیراتش تا جایی هست که ممکنه روی مربی تیم سایپا تاثیر بذاره. و به هر حال از نظر ما داورا تمام تلاششون رو کردن. یه خواهش من دارم که وقتی جو اینطوری بشه که در یک بازی با یک اشتباه داور، به هر حال پلی آف هست و با یک اشتباه ممکن یه تیم بره دیگه یک و یه تیم نره دیگه یک، طوری بشه که الان داور ما در شرایط بد روحی و تحت فشار بسیار شدید، این داور با این همه زحمات زیاد بعد از 15 سال زحمت با در لیگ برتر در شرایط فوق العاده بد قرار گرفته. مردم یکم همکاری کنن، مربیان، دوستان، ما هم درک می‌کنیم شما هزینه زیاد کردین از دست دادین، اما اینطوری نشه که بعدا ما به هر داوری بگیم یه بازی پلی آف که مرگ و زندگی برین همه به یک شکلی شونه خالی کنن و قبول نکنن که برن. الان اینا به ما کمک کنن بذارن داورامون قضاوت کنن. به هر حال ما فقط عذرخواهی می‌کنیم و می‌پذیریم که اون صحنه رو داور ما اشتباه کرد.